در منطقه خیبر پاکستان همچون اعتراض به برنامه تخریب بعضی فروشگاه‌ها از طرف حکومت، شماری از داروخانه‌ها درهای خود را باز نکردند. تاجران اعتراضگر میگویند که درهای داروخانه‌ها را تا زمان دریافت جبران مناسب باز نخواهند کرد. مقامات میگویند که مسئله تخریب داروخانه‌ها از آن سبب به وجود آمده است که آنها را در منطقه تجارتی غیرقانونی بنیاد نمودند. در عراق هزارها پیروی مذهبی یزدی شهر شمالی سینجر را ترک کردند. روز 3 اوگوست سلاح به دستان گروه دولت اسلامی این شهر را به تصرف درآورده بودند. اکثر فراری‌های یزدی در منطقه داهوک کردستان عراق پناه بردند. در سینجر شمار زیادی پیروان مذهبی یزدی به سر میبرند. دولت اسلامی آنها را مرتد میشمارد. در شهر رزدن ارمنستان کارگران مؤسسه تولید سمنت با تقاضای پرداخت معاش 7 ماه کارشکنی اعلان کردند. 6 ماه پیش بانک روسی وتب در مقابل قرضهای پرداخت نشده این مؤسسه را به دست آورد. مسئولان بانک میگویند آنها کارخانه را فروخته سپس مسئله های دیگر را حل میکنند. بانک وتب یکی از مؤسسه های مالی روسیه است که با آغاز بحران روسیه و اوکراین مورد تحریم کشورهای غربی قرار گرفته است. در روسیه یک عده شرکت‌های سیاحی بزرگ مفلس شدند زیرا قرب روبل روسی پایین رفته تقاضا به سفرهای خارجی کاهش یافته است. اینت ایر پنجمین شرکت بزرگ سیاحی روسیه است که روزهای اخیر مفلس شویش را اعلان کرده است. در اظهارات این شرکت گفته می شود که فضای نامناسب سیاسی آنها را ورشکسته نموده است. قرقیزستان میزبانی مسابقه بین المللی کوهنوردان را بر دوش گرفته است. در ولایت جنوبی بادکند 70 کوهنورد از کشورهای اروپایی و روسیه جمع شده در فتح کوه کراوشین سبقت می کنند. قله کراوشین از 400 تا 5600 متر بلندی داشته در بین کوهنوردان شناخته محبوبیت کسب نموده است.